تاریخ ایران اونقدر پر از افتخاره که دشمنانمون همش تو کف پیروزی هامون موندن. واسه همینم هی داستان‌های دروغی میسازن که بخوان ایرانو خراب کنن و خودشون رو بزرگ جلوه بدن. میخوان بگن ما خیلی خفنیم، اما واقعیت اینه که اینجور داستانا باعث شده اون احترام و عزتی که مردم دنیا نسبت به ایرانی‌ها داشتن یه جورایی کم بشه. قصه‌ای که امروز میخوام براتون تعریف کنم برمیگرده به دوران پادشاهی خشایارشا. همون پادشاه قدرتمندی که مثل جدش کوروش بزرگ کلی سرزمین رو زیر پرچم ایران برد. همه چیز از وقتی شروع شد که کوروش کشور بابل رو فتح کرد، کشوری که یک عده یهودی توش زندگی میکردن. این یهودیان زیر بار حکمرانی ایرانیان نمی رفتن و سر ناسازگاری داشتن. حالا بریم سراغ خشایارشا که یک جشن حسابی راه انداخت، یه جشن بزرگ که 180 روز طول کشید. توی این جشن میگن که شاه حسابی مست کرد و توی حال خودش نبود. اون قدری جوگیر شده بود که از ملکه وشتی خواست برهنه بیاد جلوی مردا و زیباییشو نشون بده، ولی وشتی قبول نمیکنه و شاه هم عصبانی میشه. دستور میده وشتی رو عزل کنن و دنبال یه ملکه جدید بگردن. حالا که کشور بدون ملکه نمیشه، پس یه سری بانوی باوقار رو برای شاه میارن که بینشون استر، یه دختر یهودی یتیم که با عموی خودش زندگی میکرد هم بود. این استر و عموی دسیسه بازش کم کم نقشه کشیدن که دربار رو به دست بگیرن و شاه رو از راه بدر کنن. استر با یه چهره مظلوم و با نیرنگ تونست دل خشایارشا رو به دست بیاره و ملکه بشه، ولی پشت این چهره ساده یه نقشه پلید بود. وقتی استر ملکه شد، یهودی‌ها تو دربار نفوذ کردن و شروع کردن به دسیسه چینی. ولی اینجا بود که هامان، مشاور وفادار و هوشیار شاه، وارد صحنه شد. هامان همیشه چشم و گوشش باز بود و خیلی تیزبین بود. میگفتن از فرسنگ‌ها دورتر بوی خیانت رو میفهمید. وقتی دید که یهودیان دارن خیانت میکنن، به شاه هشدار داد و گفت که باید جلوی اینها گرفته بشه. ولی استر که تو دل شاه جا باز کرده بود، با گریه و نیرنگ کاری کرد که خشایارشا نظرش عوض بشه. شاه هم که تو احساسات غرق شده بود، تصمیم گرفت هامان رو از بین ببره. اما خیانت هیچ وقت مخفی نمیمونه. بعد از مدتی خشایارشا فهمید که استر و عمویش فقط برای تضعیف ایران و خیانت نقشه کشیده بودند. شاه که از این خیانت حسابی عصبانی و دل شکسته شده بود، دستور داد اونا رو محاکمه کنن و دستشون رو رو کنن. البته آخر داستان تو کتابایی که یهودیان نوشتن اینه که استر جلوی پادشاه و کشتار یهودی‌ها رو میگیره و باقی عمرش رو کنار خشایارشا خوش و خرم زندگی میکنه. یعنی یهودی‌ها پیروز میشن. اما کلاً صفر تا صد این داستان فقط برای اینه که چون یهودی‌ها تو تاریخشون هیچ وقت چیزی برای افتخار نداشتن ساخته شده. دیدن بهترین راه برای بالا بردن خودشون تخریب تاریخ پرشکوه ایرانه و راحت تا دلشون خواسته تاریخ رو تحریف کردن و ایران رو تخریب کردن. مأموریت شما اینه که این ویدیو رو برای بقیه دوستاتون بفرستین تا بقیه هم از این داستان‌های دروغین آگاه بشن و یادتون باشه که این خود ما هستیم که باید تاریخ پر عزت کشورمون رو دوباره زنده کنیم.